Орд аз 205 то 220 сомонӣ, картошка аз 3,5 то 4,5 ва шакар то 7 сомонӣ. Болоравии нархи маводи ниёзи аввалия дар бозорҳои Душанбе сокинонро нигарон кардааст. Ина сабзи 1,5 сомона, картошка 4,5-5 сомона агар гирӣ. Намедонам баъд чил мешава нарх наво. Ина шакаро 50-80 будози 6-20, 6-40, 6,5-7 рафта истода. 5 та гудак дорам. خودم قطعی مردکم هفته چخیلی میکنیم اینا کار نروان اگر مقصد راه و اینا شود چخیلی میکنیم زندگی چخیلی پیش میروان یک گودک چخیلی میخرونیم. توجیران بولوروی نرخ را به چند عامل ربط میدهند. منع واردات کارتوشکا از پاکستان و قرقیزستان از سبب‌های اصلی بالا رفتن نرخ این مواد در بازار گفته می شود. سبب بالا شدن نرخ کارتوشکا در ناحیه‌هایی که استحصال میکنند چین در ماندگی بود در چاه میباشد کمتر برف بلند شد. بعد اساس در این مدت کارتوشکایی که در بازار وارد میشد از جمهوری پاکستان وارد میشود که در افغانستان برفای زیاد باریده پریوال‌ها محکم شدند از سبب وارد نشدن کمتر نرخ‌ها بلند شد. قرب دلار در تاجیکستان یک هفته اخیر از 960 سومانی رسما به 1020 سومانی برابر شد. در پی نرخی قریب همگونه مواد غذایی در بازارهای کشور بالا رفت. آنهایی که به تجارت ارد مشغولند میگویند افزایش سوزشواری و خراجات آنها برای آوردن این مواد به پایتخت به بالاروی نرخ آن تاثیر کرده است. برای چی کمتر قیمت شد؟ راه هم بسته شدیش نه و وابسته که دلار آمریکایی که خست همین سبب کمتر قیمت‌تر شده. در برخی از بازارهای کلان شهر از جمله در بازار میرگان یارمارکای فروش محصولات نیازی اولیه که هنوز هنگام سرزدن هنگامه‌ها اطراف ارد وابسته به کرونا ویروس تشکیل شده بود هنوز هم فعالیت دارد. مسئولان بازارها میگویند چنین یارمارکه و نمایشگاه‌ها معمولا در جشن و عیدها تشکیل میشد و چند روز دوام میکرد، اما این بار آنها مجبور شدند وابسته به وضعی پیش آمده از جمله بعد از بالاروی قرب دلار این یارمارکه ها را دائمی کنند. مدت یک ماه است که ما در همین یارمارکه که چخیل دیدید مردم را با ارد تامین کرده ایستادیم با نرخ معین. مردم حاضر فهمیده آمده یک تا گرفته برده ایستادند. چند پیش در پی سر و صداها درباره پهنشوی کرونا ویروس در جهان در کشور برای خرید ارد و دیگر مواد غذایی هنگامه برپا شده بود. در پی این نرخ محصولات از جمله ارد در بازارها بالا رفت. با دخالت کارمندان مقامات انتظامی وضع در بازارها آرام و نرخ هم پایین رفت. تحلیلگران میگویند با ادامه این وضع امکان دارد نرخ مواد غذایی در بازارها بازم بالاتر رود. اما حکومت تاجیکستان میگوید برای مقابله با چنین وضع برنامه خاص دارد و نمیگذارد محصولات در بازارها کمچین و نرخ هم بیش از حد گران شود.